مطمئنا هممون این لحظه رو تجربه کردیم. این اینستاگرام رو باز میکنی، یه پست میبینی از یه دوست توی یه خونه لوکس، یا یه آشنا رو میبینی یه ترفیع شغلی گرفته، یا شاید هم یکی از اقوامتون رو میبینی که به اون چیزی که تو دوست داری رسیده و یه لحظه یه حسی تو وجودت میاد که چرا من نه؟ چرا من نمیتونم؟ خدایا چرا من همیشه عقبم؟ ولی میدونی مشکلت چیه؟ اینکه تو داری پشت صحنه زندگی خودت رو با هایلایت زندگی دیگران مقایسه میکنی. اونا یه ثانیه رو از کل سالشون نشون میدن و تو اون یک ثانیه درخشان رو با کل زندگی تاریک خودت مقایسه میکنی. مقایسه سمیه که خودت به خودت میدی، در حالی که طرف مقابل اصلا خبر نداره. اما یه سوال، ما انسان‌ها ذاتاً موجودات مقایسه‌گری هستیم یا از قدیم این وجود داشته؟ بیاید برگردیم به 5000 سال پیش. اون موقع ذهن ما فقط یه مأموریت داشت، اونم زنده بودن بود. با تمام وجود سعی میکرد زنده بمونه. برای همین همش خودشو با دیگران مقایسه میکرد. اون قبیله چرا از من بهتره؟ اون قبیله چجوری بهتر از من شکار کرده؟ اون کیسه آب رو از کجا آورده؟ آره، و فقط خودشو با دیگران مقایسه میکرد. اما حالا همون مغز قدیمی توی قرن 21، فقط میدونی فرقش چیه؟ الان دیگه شکار و شکارچی نداریم. الان موقعیت‌های خوب و ماشین لوکس و اینستاگرام رو داریم. ذهنت دچار خطای شناسایی میشه که اگر من مثل اون نباشم پس حتما توی خطرم. پس اگر فردا خواستی خودتو با دیگران مقایسه کنی، به مغزت بگو بس رفیق، ما الان تو دوران غارنشین زندگی نمی کنیم، ما تو قرن 21میم. میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم که تا چند سال پیش داشت روحمو نابود میکرد. چند سال پیش من و دوستم توی یه مسابقه شرکت کردیم. من شبانه روز تلاش کردم، من و اون رفتیم، اون مقام آورد، ولی من فقط تماشاگر بودم. میدونید من بدون هیچ ناراحتی بهش تبریک گفتم و خیلی هم براش خوشحالم. اما کم کم صدای اطرافیانم و صدای درونم شروع کرد به قضاوت کردن. تو بهترین نیستی. نه ببین، تو اگر تلاش میکردی حتما مقام میآوردی. مشکل از خودته. اما من میدونستم شبانه روز تلاش کردم، ولی انقدر به من گفتن که آخرش اینجوری بودم که آره، مشکل از منه. و میدونید به جای اینکه بهتر بشه داشت هر روز بدتر میشد. دخترمت رو دیدی چقدر باادبه؟ فلانی رو دیدی چقدر درس میخونه؟ انگار یه قانون نانوشته وجود داشت، اینکه اگر اون از تو بهتره پس حتما تو کم گذاشتی. مقایسه زخمی نیست که فقط خودت به خودت میزنی، دیگران هم کمک میکنن با این جمله: ما فقط موفقیت تو میخوایم. میخوام یه داستانم براتون تعریف کنم. معلم به کلاسش نگاه کرد و گفت امتحان فردا راحته، همه باید از یه درخت بالا برن. سنجاب با خوشحالی از درخت بالا رفت. میمون از شاخه به شاخه دیگه پرید. اما فیل هرچی تلاش کرد نتونست از درخت بالا بره. ماهی خودشو بیرون از آب انداخت. و مشخصه دیگه معلم چه نمره‌هایی بهشون داده. حالا چه ربطی داره؟ ببینید، ما توی همون جنگل زندگی میکنیم و مقایسه های خانواده مثل همینه. خانواده میگه ببین فلانی رو نگاه کن، به به چقدر درسش خوبه، فلانی رو ببین چقدر ادبش خوبه. اما هیچ کس متوجه نیست که مسیر ما، دنیای ما، زندگی ما به طور کامل از اونا متفاوته. اگر یه ماهی رو بخواید با معیار بالا رفتن از درخت بسنجید، اون ماهی تمام عمرش رو بر این باور زندگی میکنه که احمقه. اما مشکل از ماهی نیست، مشکل از معیار سنجشه. چطور از مقایسه ذهنمون راحت بشیم؟ تکنیک اول: دفترچه دارایی‌های پنهان. روش اجرا: یه دفترچه رو برمی‌داری، 3 تا ستون می‌سازی. اول، دارایی‌های نامرئی من، چیزایی که تو داری ولی دیگران ندارن. 2، مسیر منحصر به فرد من، هدفایی که فقط برای خودته. 3، پیروزی‌های کوچیک من، همون موفقیت‌های روزانه. حالا چرا جواب میده؟ چون که مغزتو به جای اینکه همش روی این متمرکز کنی که چی نداری، روی این متمرکز میکنی که چی داری، و به جای اینکه همش به ویترین مغازه دیگران نگاه کنی، به گنجینه‌های خودت نگاه میکنی. تکنیک دوم: قانون 5 ثانیه‌ای.
تا خواست ذهنت بره طرف مقایسه کردن، یه لحظه بهش بگو وایسا، یه نفس عمیق بکش و خودتو سریع به یه کاری مشغول کن. مثلا یه لحظه از سر جات بلند شو یا یه لحظه نرمش کن. حالا چرا جواب میده؟ اگر توی ویدیوی قبلی نگاه کرده باشید، من بهتون گفتم اگر یه کاری رو 40 روز پشت سر هم دیگه انجام بدید، تبدیل به یه عادت میشه و مقایسه کردن هم تبدیل به عادت ذهنی شده. پس شما باید سعی کنید که این عادت رو بشکنید. تکنیک سوم، تعویض کانون توجه. وقتی خواستی به این فکر کنی که چرا من از اون بهتر نیستم، به این فکر کن که من چجوری میتونم از دیروز خودم 1% بهتر باشم. و این باعث میشه که به جای اینکه همش به مسیر دیگران نگاه کنی، یکم هم به مسیر خودت توجه کنی و این باعث پیشرفتت میشه. حالا با مقایسه دیگران چیکار کنم؟ واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، من برای یکیش تکنیکی ندارم. چرا؟ چون کسی که تصمیم گرفته شما رو مقایسه کنه، شما هر کاری هم انجام بدید تأثیر نداره. فقط میتونم بهتون یه راهکار بدم. راهکار اول، فیلتر شنوایی. یاد بگیر که حرفای دیگران رو که میشنوی سعی کنی به روحت نفوذ نکنه. مثل این میمونه که بارون بیاد و تو لباس ضد بارون پوشیده باشی. تو نمیتونی باد رو کنترل کنی، اما میتونی بادبانت رو جوری تنظیم کنی که به بهترین مسیر جلو بره. بیشتر ویدیوهایی که میبینی یا کتابایی که میخونی میگن تمام مقایسه ها اشتباهه، اما یه مقایسه مثبت هم داریم. مقایسه خودت با خودت. درست شنیدی؟ خودت با خودت، یعنی امروزت و 6 ماه قبلت. اگر بهتر بود که به تبریک میگم، داری پیشرفت میکنی. اگر یکی بود که باید بگم درجا زدی و سعی کن یه کار مثبت انجام بدی. اگر بدتر بود که یه فکری واقعا به حال خودت بکن. توی کتاب خوندم نوشته بود لعنت بر کسی که دیروز و امروزش مثل هم باشه و امیدوارم شما همچین شخصیتی نداشته باشید. امیدوارم که این ویدیو برات مفید باشه و یادت باشه تو قهرمان زندگی خودتی و اما دیروز رفته، فردا نیومده و امروز روز توئه. تا ویدیوی بعدی،